سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من و خواهرم. توی این ویدیو قراره چالش کوچیک بزرگ داشته باشیم. کوچیک بزرگ کوچیک کوچیک. یه کاغذم نوشتیم که بچه باز کنم که بدونیم. بزرگ، اون یکیش هم که حالا کوچیکه. یه سری وسیله ها که حالا الان اینجا براتون هست رو قراره که قرعه کشی کنیم ببینیم که کی بزرگ میخوره کی کوچولو میخوره. پس بریم برای ادامه قرعه کشی کن. اول من بندارم. اول خودم بندارم. بنداز. خدا بزرگ باشه. اولین آشیم خیلی خفنه. واسه بزرگ کوچیک. بابا اصلا من کوچیکه رو درست کردم به خودم میفته چون یه عالمه زحمت کشیدم. بده نیست جز پوفیلا. بچه واقعا شبیه همنا، یعنی این خودم درست کردم. ببینی خب من میخوام بخورم. من برم آخر کوچولو چی رو بخورم؟ 4 تا دونه توشه. بچه باید خدای این از اون خوشگل تره. بعدی رو میخوام بهتون اول از اینجا نشون بدم. این کتاب که بچه من خوندم حتما بریم بخونیم. من دیجیکالا خریدم، خیلی خیلی خوبه. پاستیل های بنفش خیلی خوبه و این هم مینیشه. یعنی اینم کوچولوشه که داشتم میگفتم دوربین قطع شد بچه. اینم کوچولوشه بچه. دیگه نتونستم نوشتاشو بنویسم، ورقم داره. بعد میخواستم اینم بگم که فقط بچه آیتمای ما آیتمای ما فقط قرار نیست خوردنی باشه، اشیا هم هست که کی برنده نمیشه برای اون میشه. حالا آیتم بعدی رو بیاریم. من اصلا عقب وای میسم چون من همیشه برندم. حالا پوفیلا رو خودم نمیخواستم چون اون خوشگل تر. کوچیک بزرگ. بیا بخون. هیچی هم توش ننوشتم هیچی. نه اینجوری هم خوبه. بچه حتما این کتاب بخونی، این یکی از بهترین کتاب هست. نویسندشم کاترین اپلیگیته اگه درست خونده باشم. آیتم بعدی یکی این گوشیه که اصلا یه تیکه کاغذه. اینم خودم درست کردم و من سازندم. بیا این نوبت من بود. از کجا علامت گذاشته؟ علامت گذاشته نمیذاره. یه سوال از شما، به نظرتون این مرغا یا حالا خروس مروسا اول تو مرغ بوده شده مرغ یا مرغ بوده که تخم گذاشته؟ نمیفهمم واقعا اینو. بده دیگه بابا، بده. بودو دیگه. بزرگ 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 بزرگ. اینم برنده شدیم. هر کسی که بیشتر بزرگ برنده بشه برنده است، یعنی به این برنده نیست. بچه من اصلا واسه مهم نیست چون یه چیز خیلی خوشمزه بردم. و راستی اگه دوست داشتین که یه ویدیو بگیریم کلا خوراکی باشه که کوچیک بزرگ باشه، مثل همین این پوفیلای ما اینجوری باشه، چیپس و بوفک و هر چیزی که حالا بود، تو کامنت ها بگین انجام میدیم. این ویدیو رو هم لایک کنین، کامنت بزنین و حتما ساب کنین زودتر 1000 تایی بشیم که یه ویدیو خیلی خفن تو راهه. بچه اگه دوست دارین ویدیو 24 ساعت یک رنگم بگیریم حتما تو کامنت ها بگید و ویدیو رو لایک کنید. یه 2 تا کوچیک یه بزرگ. نه فکر کنم به حال من میبرم. نه اینو تو بگیری مساوی میشیم. ببینیم که یعنی کی میبره دیگه، یا من میبرم یا مساوی میشیم. حالا این سری رو قرعه کشی کنیم که نوبت منه. بده. نوبت منه. جایزه رو آخر ویدیو بهتون میگم که خیلی خفنه. نیست، وجود خارجی ندارد ولی یه جایزه خفنه. خب قرعه کشی میکنیم. میترسه. خب واسه لایک کن. یا بلفس این میدونه نشونه گذاشته، این کاغذش بیشتره. او سلام من گفتم یعنی من نشونه گذاشتم. بزرگ
نه شاید من بزرگ باشم، شاید تو داری دروغ. کوچیک. جایزم چیه بگو. بچه از اونجایی که من جایزم میدی یا تبدیل وایسا. میکنم به جایزه؟ من یه دونه گوشی بردم بزرگ، یه دونه پاسیلای بنفش بردم بزرگ، کوچولو پوفیلا و تنیس کوچولو. من تو یه دونه تنیس بزرگ بردم، یه خب. دونه دفتر فاصله بنفش کوچولو بردم، یه دونه گوشی کوچولو بردم و یه دونه پوفیلر بردم. بچه مساوی شدیم، جایزه تعلق نمیگیره. نه دافون کردم بچه.